ما هم خواستم که درد دل خدا توسط ای آهنگ برای شما عزیزان، برای حادثه دلخراش فرخنده خواهر ملت افغان بخوانم که همه سال ما شما روز فرخنده یک روز تاریخی در کتاب جدول نو افغانستان بندازیم. این پیام نسل جوان افغان، پیام روشنی، پیام قندو و ساحل جوانان است. میگم با زبان راب، با شیر و بگاب، برای فرخنده قهرمان، ستاره جاودان، دختر ناب افغان به دست جاهلان، بی غیرت و نادان، چشم پست از جهان. چی کردن جاهلین، چی کردن قاتلین، فرخنده بیگناه را نقشه کردن بر زمین. غیرت افغانی تو کجا شده؟ ای بی غیرت ها از کجا پیدا شده؟ سرچشم ای کارا از کجا آغاز شده؟ ملا آی جادوگر زبانش دراز شده. دخترک بیگناه را آوردن و کشتن، آتش زدن در سرک و جاده سوختن. یکی لغت، یکی سنگ، یکی چوب، یکی مشت. بی غیرت های نامرد، یکی سست، یکی پشت. توبه از دست مردم ای زمانه، توبه از دست روانی و دیوانه. کس نبود متاسفم، فرخنده خواهد نامت بلند. کسی نبود متاسفم، فرخنده خواهد نامت بلند. یک دو سه چار گیره میگویی بیرار، آدمای افتفام، ساده های کلخام. نه علم دارن، نه دانش، نه فرهنگ و نه خوانش، نه درس است و نه تحصیل، نه پیشرفت و نه تعلیل. زودتر از چی بگویم، زودتر از کی بنالم؟ از دام و از شهرت، از کار و از دولت. چی کردن جاهلین، چی کردن قاتلین، فرخنده بیگناه را نقشه کردن بر زمین. به دست و مردم از روز آخرت، روز جزا میرسه حسابای تک تک. اسرائیل پشت دروازت میزنه تق تق، نگور مثل سگ بخونی وق 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 وق. چی کردی و چی بردی، چی زدی و چی خوردی؟ شیر آدم یا ایوان وحشی را خوردی؟ افسوس در جهان به نام و ذلیل شدیم، به فرهنگ و بدنام به نام دین شدیم. لباس بی غیرتی را قاتلان پوشید، فرخنده قهرمان جام شهان. کسی نبود متاسفم، فرخنده خواهد نامت بلند. کسی نبود متاسفم، فرخنده خواهد نامت بلند. شرم است برای یک ملت قهرمان، ننگ است برای یک ملت جاودان. میشرمیم بگوییم که یک افغان هستیم، رسوای دو عالم مردم و جهان هستیم. از خاطر چند نفر بی وجدان و بی سواد، نام ما بد شده در تمام جهان. برخیزید ای خواهران، برخیزید ای مادران، زمان زمان شماست، فرخنده آواز ماست. کسی نبود متاسفم، فرخنده خواهد نامت بلند. نامت بلند. کسی نبود متاسفم، فرخنده خواهد
میرسی